دنبال همین در اروپا میگردیم، بعضی مثلا مگزین میدرویم، همین پیچینی یگان خیلی کم میگیریم، نمیدونم که ترتیبشان چی است. بعد یک نوارتان گوشتم، یک برادر گفته که بودن که شیر به سپیریت ارلش میکند برای بوشه نیست کردن. مثلا همه خیلی چیزای خوردن جایز است یا حتما وی خونده دیدن در کار چه میشته باشد؟ بله، یعنی که احتیاط کنید. تو اطیب مطعمک تستجب دعوتک. طعامت حلال کن تا اینکه دعات قبول شود. یعنی مسئله طعام با اهمیتی تو. اصلش این پیچینی و میچینی و این خیلی چیزا غذای سالم نه. این غذای فایده‌ناک نه. میوه ها خرید، مثلا خرمای فینیک، انا این میوه‌ای که در ترکیبش خیمیکات نیست، یعنی الله تعالی چه خیلی که آفریده مخیل نوعی فایده شای مثلا. یا بگذار من این میوه های خشک باشد مثل زردالو و مثلا بادام و چارمغز و این چیزا، یعنی که محض یعنی چیزی تازه هست. این پیچینی میچینی شکلات و پکلات اینا باور کردن نمیشه. هر چیزی یافتن همراه کردن. احتیاط کنید.